با دیدن دختر همه چیز عوض شد. انگار وارد یه دنیای دیگه شده بودم. اسمش آنا بود. بعد با دیدن همدیگه نشستیم کنار همدیگه و کلی از خاطرات گذشته همدیگه حرف زدیم. آنا میگفت منم چندین سالی میشه اینجا زندگی میکنم و بهترین جا هستش و در واقعاً برام راحت. بعد بهش گفتم چه دلیل داره همه جا رو تمیز نگه میداری؟ بعد بهم گفت اینو برای بازماندگان خطرناک میذارم که وقتی به اینجا حمله کنن حداقل توی چله‌ای بیفتن. بهم گفت پاشو بریم تو راه بهم گفت من باید اینجا رو تمیز کنم، تو برو منم میام. بعد اومد و گفت زیاد نباید تو بیرون موند چون همیشه زامبیا میرن و میان. اومدیم بالای ساختمون ها و حدود 15 دقیقه بعد زامبیا دور هلیکوپتر باز جمع شدن. آنا بهم گفت اینا عادتشون همینه، همیشه گله‌ای میگردن و یه جورایی هماهنگی دارن. همون لحظه من یاد اون روز افتادم که گیر زامبیا افتاده بودم. که هماهنگی داشتن یه جورایی. بعد آنا بهم گفت من اینجا هستم، خواستی برو یه گشت و گذاری کن. گفتم باشه. نخواستم با خودم ببرم. آخه تنها کسی که تو این دنیا میشناسم اونه. اومدم پایین و یه گشت و گذاری داخل بیمارستان انداختم. زیر تخت یه چیزی دیدم که به چشمم خورد. زیر تخت رو که چک کردم دیدم یه عروسکه. وقتی دیدم یه جورایی بغض کردم. آخه من یاد دخترم افتادم. نشستم رو تخت و با حال و روح خسته که از همه چی بیزاره و هیچکی مهم نیست براش. همه چی داغون شده و هیچکی نیست. ولی مطمئنم تو این شهر حداقل تنها نیستم. رفتم جای دیگه ای رو گشت بزنم تا ببینم امن هست یا نه. در همین حین آروم آروم قدم میذاشتم که مبادا اگه زامبی بود صدامو بشنوه. آروم و بی سر و صدا حرکت میکردم که ناگهان در پشتیم باز شد. بعد فکر کردم آنا هست که دنبال من اومده، ولی هیچکی نبود. یه صدای زامبی با نعره اومد که درجا پا به فرار گذاشتم. آره، درست حد زدم. اونا زامبی بودن که دنبال من افتادن. یه کمی که فرار کردم برگشتم دیدم اونقدر پرجون نیستن که همون لحظه به زور از دست اون یکی فرار کردم. من گفتم شاید ضعیف باشن، ولی این زامبیا دیگه اون زامبی سابق نیستن. اومدم در بالای ساختمان رو قفل کردم که گفتم آنا. بعد دیدم هیچکی نیست که برگشتم دیدم پشت در زامبیا دارن خودشو از پنجره میارن تو، که از شانسم پنجره اونقدر هم بی‌کیفیت نبود. با کلی صبر کردن دیگه کم کم زامبیا رفتن. نشستم که یه استراحتی کنم که بعد یه آتیش روشن کردم که تو سرما نمونم. 1 ساعتی گذشت که فقط اینو حس کردم که پشت سرم صدای انفجار اومد و من پرت زمین شدم. کلاً بیهوش افتادم زمین و دیدم یه دختری شبیه به آنا اومد سمت من و یه جورایی ازم محافظت کرد. با چشمام به زور نگاه کردم که دیدم بله، خود آنا هست. بعد گذشته 1 روز کامل. آنا بهم گفت توی این مدت خیلی نگرانت بودم. معلوم بود تمام وقت حواسش بهم بوده. آنا بهم گفت یه تصمیمی دارم. منم گفتم چه تصمیمی؟ بهم گفت میخوام کل ساختمون رو با هم پاکسازی کنیم و از سر زامبیا خلاص بشیم. منم موافقت کردم و گفتم بریم. از جلوی در ساختمون شروع کردیم و در پشت سر خودمون رو بستیم که زامبیای دیگه از بیرون نیان تو. ما شروع کردیم به کشتن زامبی. این قدری بودن که فقط می اومدن. از شانسمون آنا چند تا مهماتی داشت که با اونا به زامبی ها شلیک کردیم. رسیدیم به یه اتاق که 2 ساعتی گذشت و استراحت کردیم. گفتم آنا بیا این در رو باز کنیم ولی تو پوششم بده. اونم گفت باشه. آنا گفت در رو آروم باز کن که ممکنه همه زامبی ها پشت در باشه. منم حواسم به این بود که پشت در زامبی های پرتعدادی نباشه. ولی همین که در رو باز کردم
یه چیزی در و غول داد به سمت من و یه انفجاری پرنور افتاد، ولی در کمال ناباوری به همون هیچی نشد و فقط دود زیادی داشت. ولی وقتی آروم به داخل اتاق نگاهی کردیم دیدم کل زامبیا اتاق مرده. یعنی این تله رو جوری طراحی کردن که به داخل اتاق منفجر بشه، ولی باز تعدادی زامبی بودن. به همون که حمله کردن ما شروع کردیم به شلیک کردن. با کلی تلاش تقریبا ساختمون پاکسازی شد. من به آنا گفتم تو بمون اینجا، من برم از سالن یه نگاهی بندازم بیام. بعد که اومدم داخل سالن تقریبا هیچکی نبود و داخل سالن کامل سکوت بود. داشتم سیگار میکشیدم و به بیرون نگاه میکردم که چقدر زامبی های این اطراف زیاد بودن. فرض کن حدود 8 میلیارد جمعیت که حداقل 95% یا بیشتر اون تبدیل به زامبی شده و اصلاً اینا منقرض بشو نیستن. ولی شهر خیلی پر سر و صدا بود و همش صدای زامبی بود که خیلی رو مخ بود. من خودم داخل شهری بودم که آنچنان زامبی نبود. اتاقا رو کامل چک می‌کردم که خوردم به صحنه‌ای که زامبی‌هایی که داخل شهر خودم بود دیدم. این زامبی‌ها خیلی قوی‌تر از زامبی‌های دیگه‌ای هستن. این برام خیلی نگران کننده بود و زود رفتم که منو نبینن. اومدم پیش آنا، چون باید من به سفر خودم ادامه میدادم و دنبال بازمانده‌های بیشتری بودم که بتونم همه رو در کنار همدیگه جمع کنم و یه گروه بزرگتری رو تشکیل بدم. من این موضوع رو با آنا در میون گذاشتم و آنا اولش ناراحت شد، ولی بهش قول دادم که به زودی برمیگردم. نزدیکای عصر بود که با همدیگه نشستیم و کلی گفتیم و خندیدیم. بعد اینقدری گرم شدیم که ناخودآگاه دسته همدیگه رو گرفته بودیم و وقتی به خودمون اومدیم خجالت زده شدیم و دستامون رو ول کردیم. دیگه شب شده بود و به آنا گفت چون فردا میخوای راه طولانی رو بری تو بخواب، من نگهبانی میدم. منم گرفتم خوابیدم و اون شب آنا تا صبح بیدار بود. صبح که شد با آنا داخل سالن میرفتیم تا من برم. در سالن آنا به هم گفت خیلی دلتنگت میشم و امیدوارم زودتر برگردی. منم بهش گفتم زودتر برمیگردم، تو فقط اینجا تا 10 روزی بمون. بیرون که بودیم همه جا ساکت بود و هوای خیلی خوبی داشت اون روز. کم کم با همدیگه خداحافظی کردیم و من رفتم. ولی بعد رفتن من آنا یه اشتباهی کرد. میدونی؟ وقتی آنا رفت داخل ساختمون یادش رفت که پشت در رو قفل بزنه و همین باعث شد تا زامبی ها یکی یکی ورود کنن داخل. من از شهر خارج شدم و امیدوار بودم زودتر برگردم پیش آنا و با همدیگه یه گروه بزرگی رو تشکیل بدیم. از شهر کامل دور شدم. حالا رسیدم جایی که مد نظرم بود. انتظار میرفت که جستجوی من کمترین حالت 10 روز طول بکشه، ولی اینجا من گم شدم.